الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سخنان زیبای مهمان بسیار گرامیمون جناب امام استا عبدالجبار سلمه الله وفقه الله استفاده کردیم و همچنان قبل از ایشان مولانا عبدالحکیم حفظ الله هم سخنان جالبی در رابطه با خلیفة المسلمین عمر بن عبدالعزیز داشتن و تحلیل بسیار خوبی بود و بنده هم عرض سلام دارم خدمت مهمانانمون که اینجا تشریف دارم از راه دور تشریف آوردن و الله تعالی جزای خیرشون عنایت بفرماید و تا وقتی که باقی مانده جملات خدمت شما در رابطه با آیه که تلاوت شد عرض کنم. امیدوارم که الله تعالی به همه ما توفیق عمل بدهد و به ما توفیق فکر کردن را بدهد که ما در آیه الهی مهم هست که آیه خدا را تدبر کنیم و آیه الهی را تفکر کنیم و قرآن عظیم الشان بسیار سازنده بسیار تأثیر گذاره و از حقایق صحبت میکنه از واقعیت ها صحبت میکند و واقعیت ها و حقایق همیشه دلپذیره و قرآن عظیم الشان از فطرت انسان صحبت میکنه فطرتی که الله تعالی ما را به آن خلق کرده و پیدا کرده است و چیزی که با ما سازگاره و چیزی که گم شده ماست و چیزی که ما بر آن خلق شده ایم. وقتی که قرآن از او صحبت میکنه بسیار جاذبه داره بسیار جالبه و قرآن عظیم الشان تمام صحبتایش صدقان راستن ما بر آن ایمان داریم و اعتقاد داریم و کسانی که ایمان ندارن فکر کنن روی قرآن. ما باید بر قرآن فکر کنیم
که الله تعالی چه پیامی در این آیه ها برای ما میدهد. پیام هایی که مایه حیاتم برای بشر، مایه حیاتم برای انسانیت، برای همه مسلمانان و غیر مسلمانان. قرآن کتاب مسلمانان نیست، کتاب انسانیت و انسان سازه. حالا اگر کسی از قرآن استفاده نمی کند تقصیر خودشه و محرومیت خودش هست. و کم سعادتی بشری که از آخری کتاب مقدس الله تعالی که خلاصه همه کتب آسمانی است استفاده نکنه. و کم سعادتی است برای بشر، کم بی توفیقیه که آخری دین الله تعالی که دین اسلام هست و دین بسیار صحیح و درست و خداپسندانه و دینی که تامین کننده منافع دین و دنیای ماست و سعادت دنیا و آخرت را برای ما در بر دارد، از این دین کسی دوری بکنه و فرار بکنه واقعا کم سعادتیه. اگر همه دنیا را به ما بدن، کل این دنیا به یک انسان بدن در مقابل هدایت، در مقابل این دین صحیح و دین حنیف، دین حضرت ابراهیم، دین حضرت محمد رسول الله، دین همه انبیاء علیهم السلام، دین خدا ناچیز است. تمام منافع و بارهای دنیا ناچیزند در مقابل این نعمت. این نعمت عظماست و نعمت کلانه. و امروز بسیار افراد هستند، بسیار اشخاصند که دین در زندگی ما نگاه میکنند و لہذا اگر زندگی ما با دین تناقضی داشت و خلاف دین بود، از اصل دین بدبین میشوند. در حالی که نه، شما دین در زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نگاه کنید، دین در زندگی خلفای راشدین، دین در زندگی صحابه کرام، دین در زندگی و اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه بوده، چگونه عمل کردن. عمل اونها را نگاه کنید که چه عملی داشتن. دین در زندگی اولیاء خدا، دوستان خدا نگاه کنیم و دین در زندگی علماء ربانی را نگاه کنید. علماء حق در هر زمانه بودن، مسلمانان بر حق در هر زمان هستند. شما برید زندگی را در دین را در زندگی او مسلمانان نگاه کنید که به دین عامل بودن، به دین عمل کردن. تنها نام دین با اونها نبود، مسلمان نما نبودن، مؤمن نما نبودن، بلکه مسلمان بر حق بودن. شما برید تاریخ مطالعه کنید و زندگی انسانهای شایسته را مثل عمر بن عبدالعزیز و مثل دیگر بزرگان دین نگاه کنید که در کمترین عصر و زمانه تحول آوردن که تا امروز عمر بن عبدالعزیز می درخشه و همه قبول دارند که ایشون کسان عادل بودن، عادلانه زندگی کردن، به دنیا دل ندادن، وابسته دنیا نشدن. و این بزرگانی که عمر بن عبدالعزیز از اونها تقلید کردن و از اونها اسوه و نمونه برای خودش گرفتن، خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین که در این حال که در رأس کار بودن و همه امکانات می توانست در اختیاری اونها قرار بگیره به بالاترین صورت و وجه، اما استفاده نکرده، به دنیا دل ندادن، توجه نکردن و به ایمان توجه کردن، به عمل توجه کردن. رابطهشون به الله بود و رابطهشون به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود و متوجه شدن که به هر حال این تنها راه نجاته. و در طول تاریخ چیزی که حدیث موجوده در این باره،
هیبت مسلمانان را از دل دشمنان برده است و به آبروی مسلمانان لطمه زده، بلکه به آبروی حیثیت انسانها ضربه زده است. حب دنیا هست، محبت دنیا. وقت دنیا بیاید در دل انسان سست میکنه، انسان میترسه، میهراسه و اون ابوهت از دلش بیرون میشه. ابوهت اسلامی، ابوهت ایمانی و خدا ترسیه و ایمان و وابستگی به الله تعالی است که انسان به اون مسیر درست راهنمایی میکنه و دارای ابوهت میکنه. اینها این شخصیت های تاریخ که دوستان تذکر کردن که دشمنان حساب بردن، او وقتی که زندگی اونها را دیدن که اینها دل به دنیا ندادن و ساده زندگی کردن و شیفته دنیا مال نشدن، بلکه شیفته خدمت بودن، برای مردم خدمت کردن. الله تعالی در این آیه همین هشدار داده که ای مؤمنین شما را غافل نکند، اموالتون شما را غافل نکنند و اولادتون شما را غافل نکنند از یاد الله تعالی. شما یاد الله تعالی، محبت مال و مال را و اولاد را ترجیح بر یاد الله تعالی ندید. الله تعالی یادش برای شما حیاتیه، مهمه. در راستای کسب مال و جمعوری مال خدا را فراموش نکنید، حق و حقوق انسانها را فراموش نکنید، رسالتها و مأموریتها و تعهدات خود را فراموش نکنید. شما شیفته مال نشید و عاشق دنیا نشید، عاشق جاه نشید. مال تنها، پول و مال مراد تنها نیست، بلکه تمام منافع دنیوی هست، پست، مقام، موقعیت ها هستند و موقعیت هایی که در دنیا موجودند. در راستای حب اینها نباید خدا فراموش بشه. در راستای کسب مال، تجارت، کسب و کار نباید ما فراموش بشیم از نماز. اگر نماز قضا بکنیم، نماز فراموش بکنیم، خدا را فراموش کرده. فراموشی خدا همینه که دستورات الله فراموش بشوند، یاد الله تعالی فراموش بشه، حکم پروردگار ما فراموش بکنیم. لا تلهکم اموالکم، مالها شما را به غفلت نیندازند که حقوق خدا را ادا نکنید. اون چه که الله بر شما در مال فرض کرده، اون چه که در مال حق مردم هست، حقوق الناس، این نباید فراموش بکنید. دین مردم ادا بکنید، حق مردم بدید، حق زن و فرزند بدید. مخارج کسانی که بر سر شما نان و نفقش وست تامین کنید و زکات اموالتون بدید به فقرا، مساکین، خانواده زندانی، اونهایی که مریضن و پول علاج ندارن، اونهایی که به انواع شکسته و مشکلات گرفتارن. دست شما درسته، خدا به شما توانایی داده و لحظه شما به اون رسیدگی کنی. همه این یاد پروردگار هست. شما را محبت دنیا و مشغولیت دنیا شما را مشغول نکنه از یاد الله تعالی. هر کس خدا را فراموش بکنه، در واقع حظ و سهم نفسش را فراموش کرده، از خودش را فراموش کرده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. شما مانند آنان نباشید که خدا را فراموش کردن و پس خودشون را، بهره خود، سعادت خود، سربلندی خود را اونها فراموش کردن.
و یاد الله تعالی الله را به هیچ قیمت، به هیچ منافع کلان و کوچک، به هیچ منافع خدا را نباید از دست داد و خدا را ناراض کرد و خدا را فراموش کرد. هیچ منافع ارزش نداره، هیچ زندگی ارزش نداره، هیچ بهره و منافع از دنیا ارزش نداره که انسان الله را فراموش بکنه و از خدا غافل باشه. و لحظه غفلت مریضی خطرناکی است که بشر را الله هشدار می‌دهد، مؤمنین هشدار می‌دهد که شما ببینید گرفتار غفلت نشوید. و از مال علاج این آن هست، علاج این که غافل نشود، آنی که در راه الله خرج کنه. وقتی در راه الله خرج می کند و می دهد مال را، محبت خدا غالب می شود و محبت مال، محبت شدید مال که سب غفلت شکست می خورد، بخل برطرف می شود و انسان سخاوتمند می شود، شفته زیاد مال نمی شود. وقتی که مال خرج بکنه، راه بهترین علاج و مبارزه با بخل و مبارزه با آن که غافل نشود، آنی که مال را در راه الله خرج کنه و فرزندان توی مسیر صحیح قرار بده، اولاد را تربیت درست بکنه، تربیت صحیح بکند، هم تربیت دینی و معنوی و هم تربیت مادی که مسیر هر دو منافع را به اونها تعلیم بده، به علم فرزندان ببره، به دانش سوق بده فرزندان، قرآن یاد بگیرن، دین یاد بگیرن، دانشگاه ها برن، مدارس دولتی برن، مدارس دینی برن، مکاتب قرآنی برن. فرزندان درست تربیت کرد، صحیح تربیت کرد، چون بالاترین سرمایه من و شما و بالاترین سرمایه همه پدران و مادران فرزندانان که صالح باشن و نیک باشن، در راه خدا باشن، الله را بندگی بکنن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله می فرماید شما را تکاثر و کثرت گرایی و زیاده خواهی مال شما را الله تعالی می فرمایند غافل کرده است، فراموش کردید رسالتتون را، وظیفهتون را، تعهداتی که ما داریم با الله تعالی، ما تکالیف شرعی و تکالیف اسلامی و انسانی را فراموش میکنیم. این مال سبب میشه کثرت گرایی، میخواد هرچه بیشتر ثروت جمع بکنه، میخواد هرچه بیشتر مال جمع بکنه، ولازم مال جمع میکنه و از الله تعالی غافل میشود، الله را فراموش میکنه، بهره آخرت و سهم آخرتش را فراموش میکنه، جمع میکنه و برای آخرت خرج ذخیره نمی کند، در راه کسب رضامندی الله تعالی مال هزینه نمی کنه. و دنیا همین طوره، شما هرچه که برید جاذبهش بیشتر میشه، شما را به سوی خود بیشتر میکشه، مگر اینکه شما قوانین اسلامی را و قوانین وحی را، قرآن را و قوانین و سیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به مال بکنید که مال در راه حق خرج کنید، در راه درست خرج کنید، اسراف نکنید، از مال آخرت تا بسازید و مال، از مال با مال رضامندی الله را خرید بکنید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. دو تا سرمایه را الله اینجا مطرح کرده است، حیاتیان و هر دو سرمایان که رضامندی الله به اونها خرید میشه و بهشت خرید میشود. و این دو تا سرمایه، یکی جان ما است
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، از جان چی بالاتر نیست. و دومی مال هست. اموال ما را الله تعالی بندگان خودش را خرید کرده، در مقابل او بهشت عنایت میکند. والله خرید کرده که او جانش را در راه الله مصرف بکنه و دریغ نداره، در سردی گرمی در سخت‌ترین شرایط او نمازش را برپا بداره و در راه الله تعالی تلاش کنه و کوشش کنه در کارهای خیر، در کارهای نیک، در نشر دین، در نشر معارف اسلامی دینی و در راستای خدمت به مردم و مالش را هم خرج بکنه. وقتی که کسی مالش را خرج نکنه، ما و جانش را هم در راه الله به زحمت نیندازه، لحاظ عزیزان این معامله به او انجام نگرفته و او بر اقتضای این معامله، تقاضای این معامله که به خدا انجام گرفته عمل نکرده است. ولهذا نه مال ماست، نه جان مال ما، همه مال الله هن. الله داده اینا را و ما اینها را فروختیم به الله در مقابل بهشت و بدانیم که مال و جان ما مال الله است و این مال و ما و جان از راه خیر، از راه خدا، به نفع مردم، به نفع دین و دنیای مردم، به نفع دینمون، این مال باید خرج کنیم، از مال در راه الله تعالی خرج کنیم، جان هم بدیم. ولهذا الله می فرمایند شما گرفتار غفلت شدید تا اینکه شما قبرها را زیارت بکنید. یعنی غفلت ادامه داره تا لب گور، تا آخری لحظات زندگی، تا دم موت. مراد حتی زرتم المقابر، آنه که یعنی موت بر سر شما، چون موت که بیاید دیگه جا قبره و انسان پیره شده، 80 سال عمر داره، 90 سال عمر داره، میداره که من میمیریم، سرطانش هم گرفته و شما اگر او را بگید که تو مالش خرج کن، همین حالت هم حاضر نیست. کسی را سرطان گرفته بود، ناامید بودن که شونده، روز تشریف اولی که ثروتمندان زاهدان بود و من او را تشویق کردم که تو از این مال برای آخرت تا چیزی را با خود همراه کن ببر. و بله، جواب من خیلی به سردی داد و یک چیزی خیلی جزئی گفت که خرج می کنم، خیلی جزئی و هیچی، روزای طول نکشید که وفات کرد. خیلی سخته، خیلی بدبختی هست واقعا که انسان زحمت بکشه و در راستای جمعوری مال شب و روز نشناسه، استراحت خود را قربان بکنه، فدا بکنه، ولی دست خالی بره قبر و دست خالی، هیچی خرج نکرده، همه گذاشته و برای فرزندان صالح بگذاره. باز هم خوب هست، ولی اگر فرزند ناباب بشن، تربیت صحیح نشد، مشروب کنه این مال را، در راه فساد خرج کنه، در راه منکرات و معاصی خرج کنن، به احتیاط مصرف کنن مال را، به گناه هم مصرف بکنن. به قول امام غزالی رحمه الله تعالی که اون در قبر عذاب میدن که تو اسباب فساد را برای این فرزندان فراهم کردی، اینا با سرمایه تو فساد میکنن. خیلی سختی. ولهذا عزیزان من، هیچ وقتی من و شما تاجریم در دنیا و تجارت ما آنه که ما جان فروختیم و مال فروختیم در مقابل بهشت که رضامندی الله تعالی است و ما مال از خدا دریغ بداریم و جان دریغ بداریم. ثمن این قیمت بهشته و قیمت بهشت خودمون مصرف کنیم اینجا و اینها را به او صاحب بهشت که الله نده.
حتی زرتم المقابر. الله تعالی تهدید میکنه اینجا که کلا سوف تعلمون، و الله تعالی هشدار میده که ان قریب شما معلوم میکنید، ان قریب به شما معلوم میشه که به چه سرنوشت بده روبرو میشوید. و سپس الله تعالی میگه ان قریب شما معلوم میکنه، تهدید میکنه انسان که مال او را غافل کرده و تا دم لب قبر و دم گور و تا آخرین نفس و از خدا غفلت کرده. ولهذا عزیزان من، پست و مقام و موقعیت ها هیچ کسی را گرفتاری غفلت نکنند. همین لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. و اینها نه مقام و پست میماند برای هیچ کسی و نه مال میمانه برای هیچ کسی، نه عمر پایداره و تمام دنیا ناپایدار است، منافعش ناپایدار، زندگی ناپایدار. و ما نباید خدا را فراموش بکنیم، نباید آخرتمون را فراموش بکنیم، نباید بریم به راه اشتباه. فراموش کردن همین عزیزان من که غافل باشیم و به راه معصیت و گناه و نافرمانی و غفلت کشانده بشیم. هیچ سرمایه بالاتر از هدایت نیست، هیچ سرمایه برای رهروان راه خدا، برای انسانهای بیدار هیچ سرمایه بالاتر از قرآن نیست، چرا که قرآن کتاب هدایت بهترین راهنمایی ها را به بشر میکنه، بهترین راه را به انسان نشان میده. بالاترین سرمایه برای ما سیرت پاکانه، سیره حضرت رسول، سیره خلفای راشدین و سیره صحابه کرام، سیره اهل بیت، خصوصا اونهایی که صحابه هم هستن، مقام اونها بالایه ماشاءالله، حضرت حسن، حضرت حسین و سایر صحابه و اهل بیت، استزهرای، اینها جایگاه خاص داره و سیره اونها بالاتر از تمام سیره هاست. سیره صحابه و اهل بیت، سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، این سیره را الگو قرار بده. الله تعالی مرا توفیق بده. و وقت تمام شده و امروز ما در شرایطی هستیم که فشار بر زندگی، بر مردم روز به روز مضاعف می شود و بالاخره هیچ یک از صاحب نظران روزانه نمی بینند که بتوانیم بنبستا را از سر راه برداره. هم بنبستای اقتصادی و هم بنبستای سیاسی و انواع بنبست ها امروز کشور مواجه هست و ملت ایران مواجهه و واقعا سخته. هم برحال آسمان هم رحمت را بند کرده الله تعالی، و رحمت را که از بالا نازل میکنه، نزولات آسمانیان در فصل بارندگی خیلی سخته که مردم منتظرن، آب ندارن و زمین شگاف برمی داره و آبش خالی شده، آبش را استفاده کردیم و باران نمی آید، برف نمی آید در سرزمین ایران که باران فراوان می آید در این منطقه. و از طرف دیگه اقتصاد و معیشت بسیار پریشانی آورده و فشار آورده، تورم به سرعت بالا می رود و متاسفانه کساد پول ما و بی ارزشی پول ما به سرعت
در بالا می رود. هر روزی که صبح بکنی میبینی دلار چیزی بالاتر رفته و تومن ارزشش افتاده و پول ما در سطح دنیا و بین المللی به ارزش شده است و این سخت میکنه وظیفه همه ما را که باید فکر کنن روی راههای صحیح، سیاست درسته. این که ما میگیم تغییرات در سیاست، همین میگیم که آقا شما در سیاست تغییرات بدید، سیاست تعدیل کنیم و سیاست تعدیل بشه بالاخره شرایط و وضعیت بهتر می شود، اقتصاد بهتر می شود، معیشت بهتر می شود و فشار مردم الله تعالی می داند و کسانی که در میان مردم هستند می دانند که مردم چه چیزی را در الله در این شرایط تحمل می کنند. و جناب رئیس جمهور فرمودند در یک صحبتی که این تورم تمام دولت سببی برای این و دولتی ها مسئولان این تورمان و بیارزشی پول را هم بانک ها مسئولان که پول بدون پشتوانه چاپ میکنن و لحاظا این همه بر ملت فشار میآید. این تمام تورم و گرانی بر ملت و بر جیب ملت فشار میآورد و وقتی که خود رئیس میفرمایند، رئیس دولت، که این بالاخره دولت مسئول این تورم، بانک ها مسئولن و بالاخره این باید مدیریت بشن و همه درآمدها باید و راههای درآمد برگرده به خزانه دولت که الان خالی هست، خزانه ملت و اینا همه منافع ملی هستن. باید روی ملت و منافع ملی اگر فکر بشود و سیاست ها را باید به نحو تنظیم کرد که منافع ملی حفظ بشوند و اینها بالاترین سرمایه ملتان، اینها همه کنترل بشوند و بالاخره تا ملت از این وضعیت بهتر بتوانه نفس راحت بکشه و وقتی که همه ارگانها، بسیاری از ارگانها، بسیاری از ادارات و بسیاری از افراد بالا در حکومت و در نظام وقتی که برای کار شخصی بکنن و تجارت بکنن، خودشون تجارت بکنن، معلوم هست که منافع مردم قربانی می شود و مردم باید این رنج بکشه و درد و روی این هست که این مسئله فکر جدی می خواهد با صاحب نظران صحبت بشود، پیشنهادهای مردم گرفته بشوند و به رای مردم گذاشته بشود که راهکار بدن مردم، نظر بدن مردم. افراد دچار اشتباه می شوند ولی ملت و جامعه دچار اشتباه نمی شود. عموم محفوظ ترند از خطا تا افراد خطا میکنه. برای این خاطر مشورت برای همین خاطر بهتری که رای جمعی، خرد جمعی، فکر جمعی، ولی اگر این همه مردم این فکر بکنند و از مردم پرسش بشه و سوال بشود، اون رای که مردم بدن انشالله در او خطا نیست، ثوابه و راهکار بگیرن و به هر حال فکر جدی میخواهد و این فکر حیاتی و مهمه. الله تعالی به همه
توفیق عمل عنایت کنه. الله تعالی درهای آسمان را باز کنه، درهای رحمت را از آسمان، درهای رحمت را از زمین الله تعالی تامین بکنه، منافع ملت و منافع همه را. والله تعالی این قحط معیشت و باران و قحطای سال را برطرف بکنه و قحط بهرحال عمل را و تقوا را هم الله تعالی برطرف بکنه، هم از لحاظ دین و معنوی الله تعالی ما را تامین بکنه و نصرت و یاری بکنه، و هم از لحاظ معیشت و دنیا و اقتصاد. و صلی الله